صحبت کردن با خود عادتی است که همه در آن افراط می کنند. ما بیشتر از این که نمی توانیم از خوردن و آشامیدن دست برداریم، نمی توانیم از صحبت کردن با خود دست برداریم. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که ماهیت و جهت مکالمات درونی خود را کنترل کنیم. بسیاری از ما از این واقعیت که گفتگوهای درونی ما علت شرایط زندگی ما هستند کاملا غافل هستیم. به ما گفته می شود که آنگونه که انسان در دل خود می اندیشد او همان گونه است. اما آیا می دانیم که تفکر انسان از مسیرهایی پیروی می کند که در گفتگوهای درونی او تعیین شده است؟ برای چرخاندن مسیرهایی که با آن گره خورده است به سمتی که می خواهد باید گفتگوی قبلی خود را که در کتاب مقدس پیرمرد یا مرد قدیمی نامیده می شود به تعویق بیندازد و در روح ذهن خود جدید شود، یعنی گفتار درونی جدیدی ایجاد کند. خب اینجا در کتاب مقدس پیرمرد مطمئنا در مورد یک آیه‌ای بوده که صحبت کردن. خب حالا ادامه سخنرانی. گفتار تصویر ذهن است. بنابراین برای تغییر ذهن ابتدا باید گفتار خود را تغییر دهد. منظور از گفتار آن مکالمات ذهنی است که با خود انجام می دهیم. یعنی اینکه باید مراقب همین دمدمه های ذهنی باشیم. ببینید اگه به ذهنمون نگاه کنیم ما متوجه میشیم که همیشه و همیشه و همیشه حتی تا قبل از اینکه کامل بخوابیم داریم با خودمون حرف میزنیم و این روند از زمانی که خودمون رو شناختیم در ما ایجاد شده. منتها متاسفانه بیشتر گفتگوهای درونی ما منفی هستن. همینطور که تحقیقات دانشمندا هم میگه چیزی حدود بعضی میگن 48,000 تا فیک، بعضی میگن 60,000 تا که بیشتر از 90% یا منفی یا خنثی. پس این گفتمان درونی میگن که طرز فکر ما رو مشخص میکنه، طرز فکر ما نگرش ما رو مشخص میکنه و نگرش ما هم زندگیمون و سرنوشتمون رو مشخص میکنه و احساساتمون رو. خب پس باید از ریشه بهش نگاه کنیم، از اینکه داریم به چی فکر میکنیم. یعنی هر آینه در طول شبانه روز به ذهنمون یه سری باید بزنیم ببینیم داشتیم الان به چی فکر میکردیم، چه احساسی داشتیم. یعنی هر دوتا رو نگاه کنیم، هم به بدنمون نگاه کنیم که الان چه احساسی دارم و اینکه الان چه فکری در ذهن من بود و داشتم با خودم چی فکر میکردم. این یکی از مهمترین راه‌های خودشناسی هستش. خب حالا ادامه سخنرانی. جهان دایره جادویی از دگرگونی‌های ذهنی بی نهایت ممکن است، زیرا تعداد نامحدودی از گفتگوهای ذهنی ممکن وجود دارد. وقتی انسان به قدرت خلاق گفتار درونی پی ببرد، به کار کرد و رسالت خود در زندگی پی خواهد برد. سپس او میتواند به یک هدف عمل کند. بدون چنین دانشی ناخودآگاه عمل می کند. همه چیز جلوه‌ای از مکالمات ذهنی است که بدون اینکه ما از آنها آگاه باشیم در ما جریان دارد. اما ما به عنوان موجودات متمدن باید از آنها آگاه شویم و با هدف عمل کنیم. خب اینجا یه توضیح کوچیک بگم. خب دوباره از روی خود همین چند جمله میخونم چون که توش مفاهیم زیادی است. میگن جهان دایره جادویی از دگرگونی‌های ذهنی بی نهایت ممکنه. یعنی اینکه همون جهان‌های موازی، همون حالت فیزیک کوانتومی که همه امکان‌ها وجود داره، میگن دایره جادویی، چون هر جایی که آگاهی با احساس اونجا متمرکز بشه اون جون میگیره و میشه اتفاق زندگی ما انسان‌ها و همه ممکنها هم که گفتیم اونجاست. پس میگه زیرا تعداد نامحدودی از گفتگوهای ذهنی ممکن وجود دارد. پس متوجه شدیم که همین گفتگوهای ذهنی در واقع محرک اون خلق اتفاقهای زندگی ما هستن، یعنی محرک اون به حرکت در آوردن اون جهانهای موازی هستن که کدوم در واقع حالت کوانتومی بشه اتفاق زندگی ما.
خب میگه وقتی انسان به قدرت خلاق گفتار درونی پی ببرد، به کار کرد و رسالت خود در زندگی پی خواهد برد. یعنی پس نگاه کنید، میگه قدرت خلاق گفتار درونی. پس گفتار درونی خلق کننده استش. منتها تا حالا در زندگی اکثر ماها چی خلق شده؟ ناخواسته هامون خلق شده. چی خلق شده؟ چیزایی رو که دوست نداریم، چیزایی رو که حدس میزدیم نمیشه، چیزایی که طبق روال معمولی همیشه تو زندگیمون بوده، همینطوری به صورت ناخودآگاه که الان در جمله بعدیشون گفتن اگه این کار رو نکنیم ناخودآگاه اجرا میکنه. پس اینا خیلی مهمه. نگاه کنید اگه فقط از روش میگذشتم این میرفت تو ذهن ناخودآگاهمون، نمیرفت. چون الان داریم بهش عمیق‌تر نگاه میکنیم، بیشتر ازش آگاه میشیم. آگاهی یعنی همین، یعنی حتی اگه خودتون کتاب‌های آقای نویل گادارد هم خواستید بخونید، واقعا روی هر جملهش تأمل کنید. یا حتی این پیام صوتی رو که فایل صوتی رو که گوش میکنید، واقعا هر جایش که فکر میکنید درست متوجه نشدید استوبش کنید، دوباره گوشش کنید، نوت برداری کنید که جا بیفته. چون اگه اینا رو ما همینطوری بگذاریم جا نیفته، فقط دانشمون زیاد میشه ولی تغییری در زندگیمون ایجاد نمیشه. خب پس اینجا میگه وقتی انسان به قدرت خلاق گفتار درونی پی ببره، به کار کرد و رسالت خودش در زندگی پی میبره. پس زمانی که این گفتیم گفتار درونی خلق میکنه، پس چیزی رو که خلق کنه میشه رسالت ما، یعنی چیزی که آگاه میشیم باید اون کار انجام بدیم. حالا اگه از رنج ها آگاه شیم، فکر میکنیم رسالتمون اینه که در رنج ها درس بگیریم. اگه آگاه شیم از شادی، فکر میکنیم رسالتمون اینه که از شادی درس بگیریم، شادی رو پیش ببریم. اگه آگاه شیم از فقر، از تنگ دستی، فکر میکنیم رسالتمون اینه که در تنگ دستی به یک قدرت درونمون پی بریم. اگه در ثروت، فکر میکنیم در ثروت و شکوه و جلال میتونیم به چیزایی. پس این خیلی مربوط میشه به اینکه چه تصوری از خودمون در ذهنمون داریم و چه گفتگویی داریم. خب سپس اون میتواند به یک هدف عمل کند. پس همین که گفتیم وقتی که به گفتگوش پی میبره، حالا یه هدف مشخص میشه که دنبالش میره. بدون چنین دانشی ناخودآگاه عمل میکنه. یعنی اگه ما از این موضوع آگاه نباشیم، ناخودآگاه وارد عمل میشه و برای ما یه رسالت، همونطور که گفتم یک هدف، اونم به خاطر اینکه اکثر ماها در رنج و در ناآگاهی نسبت به توانایی ها و قدرت هامون هستیم. ناخودآگاه خودش بین اون همه چیزای منفی که اون زیر هست، احساس ناتوانی، احساس نمیشه، زندگی همینه، چیزایی که میدونه، یکی از اون چیزا رو انتخاب میکنه و به عنوان مسیر زندگی ما قرار میده. خب پس اینجا میگه همه چیز جلوه از مکالمات ذهنیه که بدون اینکه ما از آنها آگاه باشیم در ما جریان داره. ما کی هستیم؟ آگاهی هستیم که این مکالمات ذهنی وقتی حواسمون نباشه، خودش به عنوان یه هدف در ما همینطوری مثل یک رودی جریان داره. اما ما به عنوان موجودات متمدن باید از آنها آگاه شیم و با هدف عمل کنیم. یعنی حالا که دیگه متوجه شدیم، دیگه به صورت ناخودآگاه مثل یک برده عمل نمی کنیم، بلکه دیگه آگاهانه انتخاب میکنیم. به خاطر اینکه اگه متوجه شده باشید، ما نمیتونیم فکرامون رو کنترل کنیم، نمیتونیم فکرامون رو انتخاب کنیم. حتی وقتی که بگم این فکر رو دیگه اصلا نمیخوام، پس دیگه نباید بهش کنم، فکر میاد. پس ما تسلطی روی فکرها نداریم. چرا؟ چون اینا مثل یه رودخونه در ما جریان پیدا میکنه طبق ناخودآگاه. وقتی که ناخودآگاه خودش برای ما یک مسیر رو انتخاب کنه، اون گفتگوها از اونجا پس نشأت میگیره. به خاطر این نمیتونه آگاهی دیگه جلوشون کاری بکنه. ولی وقتی آگاه بشیم، از ریشه این موضوع رو تغییر بدیم، اون موقع جریان فکری و مکالمات فکری هم تغییر پیدا میکنه، سرنوشت ما هم تغییر پیدا میکنه. ادامه سخنرانی. گفتگوهای ذهنی انسان زندگی او را جذب می کند. تا زمانی که در گفتار درونی او تغییری ایجاد نشود، تاریخچه شخصی هر فرد ثابت می ماند. تلاش برای تغییر جهان قبل از تغییر گفتار درونی مبارزه با ماهیت چیزهاست. انسان می تواند در همان دایره ناامیدی ها و بدبختی ها بچرخد و آنها را ناشی از صحبت های منفی درونی خود نبیند، بلکه آنها را ناشی از دیگران بداند. این ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، اما موضوعی است که قابل تحقیق و آزمایش است.
خب ببینید، زمانی که میگه انسان میتونه در همون دایره ناامیدی ها و بدبختی ها بچرخه و اونها رو ناشی از صحبت های منفی درونی خودش نبینه، بلکه اونها رو ناشی از دیگران بدونه، همین چیزی میشه که همه اونو تجربه کردیم. یعنی همیشه فکر میکنیم مشکلاتمون به خاطر دیگران هست. حالا دیگران میتونه خانواده باشه، میتونه دوستان باشه، مدرسه باشه، دبیرستان، دانشگاه، جامعه یا هر چیز دیگه، در صورتی که ریشه اون در درون ذهن هر فرد هست و حتی ذهن جمعی. چون که وقتی یه چیز رو زیاد تکرار بشه، همه باورش کنن، اون شروع به تحقق پیدا میکنه دیگه. به خاطر همینه که باید هر فردی شروع به بیداری درون خودش بکنه و تاثیر میذاره روی کل حتی طرز فکر اطرافیانش. هر چقدر قوی‌تر روی خودش کار کنه، بیشتر روی تعداد دیگرانی، بدون اینکه حرف بزنه. یعنی حضورش باعث آرامش دیگران میشه، چون ارتعاشی که از ذهنش، از قلبش میاد بیرون، روی دیگران، روی ارتعاش دیگران اثر میذاره و اونها هم افکار بهتری به سراغشون میاد. خب حالا ادامه سخنرانی. فرمولی که شیمیدان شرح میدهد به طور قطع قابل اثبات‌تر از فرمول این علم نیست که کلمات به واقعیت عینی لباس پوشاندند، شکل دادند. یک روز دختری از سختی‌هایش در کار با کارفرما به من گفت او متقاعد شده بود که او به ناحق از بهترین تلاش‌های او انتقاد کرده و آنها را رد کرده است. با شنیدن داستان او توضیح دادم که اگر او فکر می‌کرد که او بی‌انصاف است، این نشانه مطمئنی بود که خودش به یک قطعه گفتگوی جدید نیاز دارد. شکی نبود که او از نظر ذهنی با کارفرمای خود بحث می‌کرد، زیرا دیگران فقط همان چیزی را که ما در خفا با آنها زمزمه می‌کنیم تکرار می‌کنند. او اعتراف کرد که تمام روز با اون مشاجره ذهنی داشته است. وقتی متوجه شد که چه کار کرده است، موافقت کرد که گفتگوهای درونی خود را با کارفرمایش تغییر دهد. او تصور کرد که کارفرما به خاطر کار خوبش به او تبریک گفته است و او نیز به نوبه خود از کارفرما برای تمجید و محبتش تشکر کرده است. با خوشحالی بسیار او به زودی متوجه شد که نگرش خودش علت تمام اتفاقاتی است که برای او رخ داده است. رفتار کارفرمایش خود او را انعکاس میداد. مثل همیشه گفتگوهای ذهنی او با خودش را تکرار میکرد. من به ندرت شخصی را تنها میبینم بدون اینکه فکر کنم به کدام قطعه گفتگو گره خورده است، در کدام مسیر مرموز راه میرود. ما باید زندگی را آگاهانه شروع کنیم، زیرا راه حل همه مشکلات فقط در این نهفته است. انسان ثانی، خداوند آسمان ها که در وجود همه ماست، سعی می کند در بدن خودآگاه شود که می تواند در صدد کار پدرش باشد. تلاش او چیست؟ برای تقلید از پدرش، برای تبدیل شدن به استاد کلام، استاد گفتار درونی خودش، تا بتواند این دنیای ما را شبیه ملکوت عشق کند. یعنی زمانی که ما با خداوند یکی میشیم و با اراده خداوند حرکت کنیم و آگاه بشیم که در بدنمون و ذهنمون چه چیزی داره میگذره، در بدنمون چه احساساتی و در ذهنمون چه فکرهایی و چه کلماتی داره میاد، وقتی آگاهانه این کارو کنیم با خداوند یکی میشیم و اون موقع میتونیم که این دنیا رو شبیه ملکوت عشق کنیم. خب در ادامه سخنرانی پیامبر فرمود شما فرزندان عزیز از خدا تقلید کنید. چگونه از خدا تقلید کنم؟ خب به ما میگویند که خداوند چیزهایی را که دیده نمیشوند میگوید که دیده شوند و غیب دیده میشود. این همان روشی بود که دختر از صاحب کارش تمجید و مهربانی کرد. او با این فرض که کارفرمایش از کار او تمجید کرده است، گفتگوی تجلی را با کارفرمای خود ادامه داد و او این کار را کرد. مکالمات درونی ما به طرق مختلف نمایانگر دنیایی است که در آن زندگی می‌کنیم. به ما گفته می‌شود که هر حرف بیهوده‌ای که مردم به زبان می‌آورند حساب آن را خواهند داد.
زیرا با سخنان خود عادل خواهند شد و با سخنان خود محکوم خواهند شد. ما خود را به گفتگوهای درونی منفی رها می‌کنیم. با این حال انتظار داریم که فرمان زندگی را حفظ کنیم. مکالمات ذهنی کنونی ما آنطور که انسان معتقد است به گذشته فروکش نمی کند. آنها به سمت آینده پیش می روند تا با ما به عنوان کلمات هدر رفته یا سرمایه گذاری شده روبرو شوند. خب توضیح این قسمت. خب وقتی که میگیم ما هم باید مثل خدا بشیم که پیامبر گفت که مثل خود از خدا تقلید کنید، یعنی خداوند چیزایی که دیده نمیشه میگه ظاهر شو و ظاهر میشه. خب ببینید فکرها دیده نمیشن، احساسات دیده نمیشن و وقتی که ما در روز زندگیمون رو از این در واقع جادو داشتیم استفاده میکردیم، ولی جادوی سیاه، جادوی منفی، چون فکرها احساس دیده نمیشه ولی دائم داریم در ذهنمون با یه نفر بحث میکنیم، داریم در مورد یه نفر در ذهنمون قضاوت میکنیم و میگه این به گذشته بر نمیگرده. یعنی شاید اتفاقی که در دیروز پریروز یا این که مثلا 1 سال پیش افتاده و ما داریم در موردش الان فکر میکنیم، اون گذشته رو حل نمیکنه، بلکه داره به سمت آینده پیش میره و اتفاقاتی شبیه به اون رو دوباره داره برای ما خلق میکنه. و از این جادو ما به جایی که جادوی سفید استفاده کنیم، به قول دانشمندا میگن که این واقعا جادویه چون ذهن نمیتونه باور کنه، بهش میگیم جادوی سفید، ولی در واقع همون غیبیه که خدا میگه ظاهر شو. ولی تا حالا چی ظاهر شده؟ افکارهای منفی، ترس‌ها، نگرانی‌ها، اضطراب‌ها. ولی حالا میخوایم از چیزهایی که دوست داریم و خوبه و احساسهای مثبت، احساسهای متعالی، احساسهای شکرگزاری، احساسهای قدرشناسی، احساسهای لذت و شادی، با صفا بودن، دوست داشتن، عاشق بودن، فراوانی، خلاصه احساسهای امنیت، از احساسهای خوب میخوایم استفاده کنیم. یعنی اینا ظاهرشه با چی؟ با گفتگوهای درونی مثبت. و اون دختری هم که مثال زدن که با کارفرماش مشکل داشته، که بعد وقتی گفتگوشو درست کرده کارفرماش هم رفتارش با اون درست شده، به خاطری که میگه آره وقتی که متوجه شده دیده در ذهنش دائم داره منفی صحبت میکنه نسبت به اون کارفرما، به این که یعنی داشته خلقش میکرده. دیدید که در چند جمله قبلی گفتیم که دائم داریم خلق میکنیم و مثلا همون شخص که مثل خیلی از ماها هست داشته آینده رو شبیه به همون چیزی که فکر میکرده کارفرماش هست که دیده بوده. در واقع چرا اون کارفرما رو اونطوری دیده؟ چون ناخودآگاهش طبق باورهایی که اون دختر خانم داشته براش انتخاب میکرده که این مسیر رو بره، که یعنی طبق تاریکی های درون اون دختر که مطمئنا خودش رو قبول نداشته و خودش رو کم میدیده، کارفرما همونطوری باش رفتار کرده و بعد این باور کرده که کارفرماش خوب نیست، قدرش رو نمیدونه. و زمانی که شروع کرده روی خودش کار کردن و همونطور که آقای نویل بهش گفته انجام داده، نگرش ذهنیش رو تغییر داده و فرض کرده که حالا اون کارفرما باهاش خوبه، داره شده. یعنی در واقع فرض کرده یعنی آگاهیشو برده به سمت دنیای کوانتومی که چیزایی که خداوند خلق کرده عالیه و امکانهایی که وجود داره عالیه. یعنی در واقع اونها رو آگاهیش اونها رو دیده در بعد 4 و باور کرده، چون ایمان داره آگاهی هست دیگه. و وقتی که اونها رو دیده و گفته و شنیده با خودش و چون باور کرده و زیاد تکرار کرده و خلاصه تمام تکنیکایی که آقای نویل میگن و انجام داده، باعث شده که همون رفتاری رو که تصور داشته از کارفرماش همون رو براش متجلی شده و دیده. خب پس اینجا میگه مکالمات درونی ما به طرق مختلف نمایانگر دنیایی که در آن زندگی میکنیم. یعنی ما اگه به دنیامون نگاه کنیم، به زندگیمون نگاه کنیم، به اطرافمون نگاه کنیم، میتونیم بفهمیم که در ذهنمون چه خبره، میتونیم بفهمیم که در درونمون داریم چطوری فکر میکنیم، دائم داریم از چه باورهایی داریم میاییم، میتونیم بفهمیم که روی چه احساسی، روی چه فرکانس و ارتعاشی هستیم. یعنی خیلی خوبه به عنوان آینه بهش از این به بعد نگاه کنیم، از برخورد دیگران، از شرایط زندگیمون، شرایط مالیمون، ارتباطاتمون، خلاصه هر حس و حالی که داریم
حتی اوضاع بدنیمون، جسمیمون میتونیم بفهمیم که در درونمون و ذهنمون چه خبر هستش. و اینجا میگه هر حرف بیهوده که مردم به زبان می آورند حساب آن را خواهند داد. اینو در تمام ادیان دیدیم. خب این هم از آیه از کتاب مقدس هست که میگن زیرا با سخنان خود عادل خواهند شد و با سخنان خود محکوم خواهند شد. یعنی ما پس سخنان در واقع چیزی نیستش که به زبون میاریم، سخنان چیزی هستش که در ذهنمون و درونمون داره میگذره. و با حالا گفتم کلام هم مهمه، کلامی هم که به زبون میاریم، ولی این دیگه آخرین مرحله اون سخنان ذهنی هستش، یعنی باید از ریشه یه چیزو پیدا کنیم. خب پس میگه که عادل خواهد شد یا محکوم، یعنی ما هر طرز فکری که داریم همون رو در زندگیمون پدیدار میکنیم. خب اینجا هم میگن که این فکرها مربوط به گذشته نیست، یعنی به گذشته نمیره بلکه به آینده میره. میگه تا با ما به عنوان کلمات هدر رفته یا سرمایه گذاری شده روبرو میشه. یعنی چی هدر رفته؟ یعنی این کلمات انرژی داره دیگه، چیزی که داره زندگیمون رو میسازه. و میگه که حالا این کلمات ما تو قرآن هم ببینید هستش، میگه خداوند به کلمه قسم میخوره. پس کلمه حالا فهمیدیم منظور چی هستش. منظور همون گفتمان درونی هستش که انقدر مهمه. پس میگه که به عنوان کلمات هدر رفته یا سرمایه گذاری شده روبرو میشه. یعنی اگه ما جهت مثبت ازش استفاده کنیم واقعا داریم برای زندگیمون و سلامتیمون و رابطمون سرمایه گذاری میکنیم. اگه که نه منفی باشه واقعا زمانمون و انرژیمون و همه چی به هدر رفته، چون که انرژیمون رو از دست میدیم وقتی که ناراحت میشیم، عصبی میشیم، بی‌حوصله هستیم. دیدید انگار خسته هستیم، کم انرژی هستیم، به خاطری که از دست رفته انرژیمون. پس کلمات هدر رفته یعنی زندگیمون هم واقعا به هدر میده. خب عزیزان فعلا تا این قسمت کافیه برای این برنامه. ادامه سخنرانی رو در فایل بعدی انشالله اون رو میخونم. امیدوارم که شما هم استفاده کردید و لذت بردید. مرسی که با من همراه بودید. تا فایل صوتی بعدی همگی شما عزیزان رو به خدای مهربان و توانا میسپارم و امیدوارم که گفتمان ذهنی بسیار مثبت و نیکویی داشته باشید که زندگی سراسر سعادتمندی رو تجربه کنید و همگی انشالله تجربه کنیم. در امان خدا باشید. خیر پیش.